سلام، با شما هستیم با کانال ماشین آنلاین. دلیل گرم نکردن بخاری خودرو یا گاهی دلیل باد سرد بخاری خودرو. خب ببینید، اول مکانیزمش رو با هم دیگه میبینیم. رادیاتور ما داریم، موتور و رادیاتور بخاری. رادیاتور وظیفش خنک کردن موتوره. پس آب سرد از رادیاتور به موتور میاد و موتور رو خنک میکنه و آب به جوش میاد. همون آب جوش اومده به رادیاتور بخاری منتقل میشه. با فنی که اینجاست باد زده میشه به رادیاتور بخاری و هدایت میشه به کابین خودرو و شما باد گرم رو دریافت میکنید. حالا ممکنه ماشین شما باد سرد بزنه یا اگر باد سرد نمیزنه باد گرم هم به شما نده، مابین اینا باشه. این به چند دلیله که در ادامه این دلایل رو خدمتتون میگم. اولین دلیل کیپ شدن رادیاتوره، یعنی به خاطر رسوبات رادیاتورتون لولاش کیپ شده و نمیتونه آب جوش رو به رادیاتور بخاری شما برسونه، یا اگر آب جوش به رادیاتور بخاری میرسه خیلی میزانش کمه و شما باد گرم دریافت نمیکنید. دلیل دوم قفل شدنه. ترموستات در حالت بازه. خب ترموستات وظیفش اینه که آب موتور رو متعادل نگه داره، نه گرم باشه نه سرد باشه. خب آب داغی که از موتور به سمت رادیات میاد، ترموستات خب این اگه داغ باشه خب رهاش میکنه به رادیات میرسه که خنک بشه. اگه سرد باشه خب رها نمیکنه که بره سمت رادیاتور. پس در نتیجه موتور همیشه دماش، آبی که در موتور جریان داره همیشه متعادله، نه گرمه نه سرده. حالا توی فصلهای سرد ممکنه ترموستات قفل کنه توی حالت باز و همیشه آبی که توی موتور خنک باشه، یعنی توی فصل سرد همیشه این خب قفل شده و جلوی جریان آب رو نمیگیره و آب هی از موتور میاد به رادیات و خیلی سریع خنک میشه، مخصوصا توی فصلهای سرد. پس در نتیجه اصلا ماشین آب گرمی نداره که بخواد به رادیات بخاری شما بده که ماشینتون گرم بشه. پس یکی از دلایل دیگه میتونه ترموستات باشه. مخصوصا توی استانایی که تابستون گرمی دارن معمولا میان ترموستات رو از کار میندازن و توی زمستون با این مشکل روبرو میشن. دلیل سوم خرابی دریچه هاست. اگه دریچه هاتون حالا طی زمانی به خرابی خورده باشه، شما وقتی از پنل تغییر از کولر به بخاری این تغییر رو ایجاد میکنید و میخواین از کولر بیان روی بخاری، به خاطر خرابی دریچه ها باد کولر وارد کابین میشه، یعنی خرابی دریچه هم یکی از دلایلشه. دلیل چهارم کم بودن آب رادیاتور، یعنی به خاطر اینکه آب توی رادیاتور کمه اصلا آبی نیست که بخواد به رادیات بخاری شما برسه. در نتیجه شما نمیتونید باد گرم دریافت کنید. پس کم بودن آب رادیاتور دلیل چهارم. دلیل پنجم و دلیل آخر ریمپ غیر اصولیه. مخصوصا توی فصلهای تابستون وقتی که موتور جوش میاره یا فنمون زیاد کار میکنه، به این مراکزی که ریمپ میزنن شما میرین و متاسفانه ریمپ غیر اصولی میزنن و برای اینکه فن کمتر کار کنه و ماشین کمتر جوش بیاره، همین ریمپ غیر اصولی باعث میشه که تو فصل سرما بخاری شما سرد کار کنه و باد گرم به شما نده. این 5 تا دلیل رو حتما روی خودروتون بررسی کنید. اگر این 5 تا نبود توی بیشتر مواقع همین 5 تا دلیلن که باعث این مشکل میشن. یادتون نره کانال ماشین آنلاین رو دنبال کنید.